سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بالاخره آیسی مانکی گرفتیم. البته طعمای بیشتری داره، نمیدونم 16 تا 15 تا. مثلا قهوه‌شو من یادمه و اینجا نداریمش متاسفانه، ولی راضی باشید. این مثل باربیکن نیستش که سرش با پیچ باز بشه و نیاز به یه دربازکن دارید. آیسی مانکی مخلوط توتا. راستی بذارین قیمتشو بهتون بگم. قیمت مصرف 35,000 تومان و بعضیشون 40 تومنه. یعنی شما 2 تومن دیگه روش بذاری میتونی یه دلستر بزرگ بگیری. خب تست میکنیم ببینیم چه نمره میشه بهش داد. خوبه. از 1 تا 10 6.5 فکر میکنم خوب باشه. تو 5. خب میریم سراغ بعدی، آلوورا، که من مطمئنم از این خوشم میاد. قبلا هم خوردم، چیز خوبیه. این ماسکه نمیذاره من بو کنم. عوامل پشت صحنه. خیلی خوب، امتحان میکنیم. من اینو دوست دارم. اگه بخوام دلستر بگیرم از بین طعما شاید اینو بگیرم. حالا بقیه رو تست نکردم، میخوریم شاید اونا بهتر باشه. عوامل پشت صحنه 6-7 میده. 7 میده. آره منم 7 میدم. بچه یه نوشیدنی های آلوورا بود که روش هم عکس آلوورا داره، کوچیک، ترکیبی از رنگ توسی و صورتیه. من خیلی اونو دوست دارم. عکسشو احتمالاً از اینترنت پیدا کنم واسهتون بذارم. اون به شدت طعم آلوورا میده، خیلی از این بیشتر. من نمیدونم مزهش تغییر کرده یا نه. طعم بعدی لیموناد، احتمالاً خوشمون بیاد. این هم قیمت اون 40,000 تومنه. به به، خدا شکر. دوست دارم جمهوری اسلامی. همینجوری ادامه بدید ما رو به کشتن میدید احتمالاً. خب ببینیم که آیا لیموناد شیرینه یا نه. امیدوارم که شیرین نباشه. انگار لیموناده شیرینه ولی خوبه. اینم 7. جدی میگم زیاد. آره یه دونه لیموناد هست پگاه، از این بزرگا. اگه اونو بخورید اصلا شیرینه. من نمیدونم چرا باید لیموناد شیرین باشه. اگه لیموناد شیرین دوست ندارید میتونه خوب باشه. یکم حداقل ترش هست، خیلی ترش نیست. یه جورایی مثل هوفنبرگ میمونه. تقریبا من یاد همون میندازه. بعدی چیه؟ من همینجوری آوردم والا کاکتوس. نمیدونم، هیچ ایده ای ندارم. مزه صابون نمیده، مزه شامپو و صابون میده که قابل خوردن شده، ولی خوشمزه است. من دوست دارم. چند؟ 6. من به این 6.5 میدم چون مزه صابون میده. هیچ ربطی هم به یهودی ها نداره، لطفا نچسبونید. بعدی پشن فروت. چه اسماییه؟ سر یه ویدیو میکروفون هم از دست ندم. عوامل پشت صحنه. خب عوامل پشت صحنه زودتر از من خورده و میگه که خوبه. حالا زر تام بکنم. 1 2 3. او منگو، انبه و پشن فروت خوبه. چند؟ 8. بد نیست، مزه پشم میده. نمره 7.5 فکر میکنم خوب باشه. خب قیمت نمیارزه. الان شده این روش مثلا نوشته 40 تومن، یکی 35 نوشته. الان دیگه قیمت جای 40 دیگه. واقعا اینا 40 نمیارزن. یکی چیه؟ هندونه. من فکر میکنم از این خوشم بیاد. بده یا خوبه؟ اینجوری چپه شدی. خوب نیست؟ اوه دارم فوت میکنم. 8. وای حالم بده. چه اتفاق افتاده؟ من 4 تا دیگه مونده. این 8.5 رو میگیره. تو 8 دادی. بوی پوست هندونه رو میده ولی مزهش خیلی خوبه. تمام نقاط بدنم داره عرق میکنه، خدای شکرت. سیب و کیوی. ایشالله که این یکی
چیز خوبی باشه. بوش خوبه. خوبه نمیتونید قیافشون رو ببینید. مچاله دارن میشن، انگار ویدیوهای فرشا سایلنت رو دارن میبینن. ای بابا. 5 7 بد نیست. من یکی دوست دارم. اون مزه کیویش منو قلقلک میده اینجوری. خب 3 تا دیگه مونده. دارم عرق میکنم. سیتروس پاپایا. اصلا نمیدونم چیه. اسمش میخوره چیز تخمی باشه. ایشالله که بوی مام بزرگی میده که صابون کشیده روش. دیدی مام بزرگا تازه از حموم میان بیرون چه بوی میده؟ از ارزون ترین صابون استفاده میکنن. این همون، این پاپایا میزدن. پس بوی نوشابه، بوی مام بزرگ میده. بوی مام بزرگی که تازه از حموم اومده بیرون. 7 مزهش خدایی دوست ندارم. بچه خیلی مزهش تو، یعنی خیلی صراحتاً دارم بهتون میگم یکی از تخمی ترین طعماییه که میتونید بخرید از این برند. نگاه کن الان احتمالاً اسم میوه‌ش هم سرچ بکنید شبیه تخمه. احتمالاً کلا چیز تخمیه. نخرید اینو، خواهشاً نخرید. 3.5. وای خیلی تعجب کردیم. بله من اصلا هیچ وقت با کسی شوخی ندارم. این مزه مام بزرگ میده. از مام بزرگی که صابون عروس زده به خودش. چرا من با خوشم بیاد آخه. بلو هاوایی. از بلوبری متنفرم. خود میوه‌شو نخوردم ولی همدنداش انقدر افتضاحه من میخوام خفش کنم کسی که اونو درست کرده. اینم از بلوبری هاوایی. بذار چشام ببندم. مزه باتری ماشین میده. نه همونطور که من گفتم حد زدم از بلوبری خوشم نمیاد. 3 منم 3.5 میدم. و آخرین طعم هلو. من به این خیلی امید دارم. خب بوش خوبه. این بودجه مملکته. آقازاده ها، شورای مجلس و اینم مردم. البته کمتره ولی خب. اوه نو. امیدوارم که منم هم نظر باشم باد. کلا فکر کنم هلو خیلی دوست داری نه؟ من زیاد هلو دوست ندارم. من به این هلو فکر کنم 6.5 برازندش باشه. 9 6.5. چارت میذاریم اینجا بهتون نشون میدیم که کدوم یکی از این آب میوه برده. و آره باز میگم پیشنهاد نمیکنم بخرید. 40,000 تومان بدید واسه یه میمون. نه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. بازم ویدیوهای خفن داریم به شرط اینکه از ما حمایت بکنید. تمام شد. بوس به کلتون.